علیکم رحمت الله و برکاته. بعد از سلام من از شما خواهش و التماس میکنم که با این 5 سوالی که من میدهم جواب عمیق دهید. خاک جواب عمیق شه کوشش میکنیم. ما دویم تا همین روزا کوشش کردیم که جواب عمیق دهیم، ولی بچه‌ها فکر میکنن که البته جواب عمیق نیستن. ولی امشب یک کس هم ایرسی از زنگ زده است، میگه در همین جای حلقه در ما شیشتگی بودیم، کدام مولوی خطیب یک دیسک شما را گوش کردیم، گفتن که در همین جا خطا کرد. یعنی در دیسک شما 3 جای خطا گرفتن مولوی. ما گفتم مولوی نبوده است. مولوی میشید حاجی میرزا هم به خطا نیست، من نمیگم که خطا نمیکنم، ولی مولوی که میشد خطا را به شما نمیگفت و راست در من میبرامد و میگو که در همین جا برادر عزیز همین مسئله شاید که اشتباه کرده باشه. در بین او 4-5 کس گویم ملا بودن خچ نشان میداد و اكو همین معنای همین را دارد که یعنی خطایی را که گرفتیم، یعنی این هیچی نیست در پیش ما، همین خیلی فکر میکنن خدا شونه در پیش اونا هم تا معرفی میکنن. ولی میلش ما همین اگر یگان چی درمندم شویم لیکن با زبان اظهارش نمیکنیم، میگیم خدا هدایت کند. کل بنی آدم خطاون است. برادر همه فرزند آدم خطا میکنند، ما هم بسیار خطاها را میدانیم، ولی شر نیست در بین قوم بگیم که فلانی 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 اینتا. برای این برادر عزیز و گرامی جواب ها انشاءالله عمیق چیزی که میدانم، چیزی که هر چیزی که گفتم من اگر چنده که برای شما شاید بعضی وقت آیت قرآن نگویم کدام سوره است یا حدیث در کدام صحیح بخاری است یا صحیح مسلم است، ولی در ذهن خودم هست شما اگر از من پرسین من برای شما عمیق چه گفتم میتونم. من صاحب 7 فرزند به پدر می باشم. پسر کلانی هم 20 ساله می باشد، دیگرهایش از آن خورد. شکر خدا که صاحب زمین می باشیم. ما از آن زمین حاصل هر خیله می گیریم، مثلا گندم، زغیر و دیگر نمودی زراعت ها. و من میگم که زکات ندهید که حقی صغیر می باشد. درست است یا نه؟ و من باشم از خدا می ترسم، می خواهم که دهم. یک مادر است، کدام مادری هست که 7 فرزند دارد، پدر نیست، مقصد گندم میگیرن، زغیر میگیرن. کدام با دلسوزی دیگه بوده است، گفته است که مقصد شما از این زمین عشر ندهین، زکات نه و عشر ندهین، زیرا که حقی صغیر است. نه مادری عزیز، همون فکر خود درست است. از زراعتی که ما از زمین میبرداریم ما عشرش باید که جدا کنیم. اگرچند که امروز بعضی از داملاهای بزرگ ما هم فتواشون هست که در این زمین های ما حاضر عشر نمیتیان، ولی در جواب اونها باز بعضی از بزرگ های ما و شما باز کتاب نویساندن که همون عباره و این قله‌ای که در کتاب زکات آمده است اگرچند کم هم باشد عشر دهین، گفتن خوبش عشر دادن است. یعنی اگر مادر ما شاید که از زمینهاش تانه زغیر گندم گیرد، باکی ندارد مادر عزیز، او حق صغیر نیست. حق او را دادن حق خدا هست، حق بنده های خدا هست، او در گردن ما و شما شرط و ضرور است. برای همین ما سر هر یک 100 کیلوی 10 کیلو باید جدا کنیم. حتی 10 کیلو هم که گیریم 1 کیلوش باید که ما عشر دهیم. برای آدمای مستحق، برای آدمای بیچاره و ناتوان، چه از اولاد خودت باشد چه از همسایه‌هات باشد، درست می شود. دوم شوهرم یک دوره بیمار شده ماند و من نتوانستم که از وی بخشش پرسم. راستی دلم نشد، حالا باشد پشیمان شدم و با خود میگویم که چرا نپرسیدم که از من راضی بود یا نه، چون که زندگی به پستی و بلندی نمی شود. شکر خدا را به حساب میکنم که قرآن و 2 رکعت نماز در حقش میگذارم. خدا جان قبول گرداند. نمیدانم خدا جان مرا میبخشد یا نه. انشاءالله پروردگار تو را میبخشد. مثلا وقتی که مرد یک بار بیمار شد و دیگر من دلاور نشدم که از من راضی هستی یا نه. راستی بار این چیز در برابر آدمی بیمار پرسیدن حاجت نیست. آدم وقتی شوهرش بیمار شود، حالت بیماری مرگ باشد، اون حالتی نیست که زنک پرسد که مردک از من راضی هستی یا نه.
همین در دوام حیات گفتی همون شاعرها که بعد مردن خوابیایی خانه‌یا، یعنی ما در حیات باید که راضی گردانیم. در حیات ما خودمون از روی خدمت و از روی رفتارمون حس میکنیم که همین مردک از من راضی است یا راضی نیست، خودمون حس میکنیم. برای همین من یک بار دیگر هم برای بعضی از جوان مردها گفته بودم که شما در حال حیاتتان پدر و مادرتان احترام نمیکنین، بعد وقتی که از سر که میگذرد بعد قالینها در صورت میزنین و بعد گوییم که نان و آبتان بعد دیگه فراوان شدن میگیرد. یعنی اینجا جای خدمت نیست، این نشانه خدمت نیست. نشانه خدمت رازگی خود همون پدر و مادر است. برای همین مادر عزیز انشاءالله از این مهربانی هایی که در تو میبینیم و در خط تو میبینیم، شما از جمله همون مادرهای هستین که انشاءالله شوهر از شما راضی هست. پرسیدن شما شرط هم نبود. میگویند که محض پوشیدن نماز خواندن در زن روا نیست. آیا این درست است یا نه؟ هر یک زن و مرد میتواند که محضش پوشد. برای زن و مرد فرق ندارد محض پوشیدن. درست است مادر عزیز. از پس من بسیار زنها نماز میگذارند، بسیاری آنها در ماه شریف رمضان، لیکن خودشان نیت میکنند. بعد من بلند میگویم درست باشد یا نه؟ جواب گوید درست میشود. شما در بین زنها اگر بلندم خوانین، آواز شما در بین زنها سطر نیست، درست میشود نمازتان. پنجم، نیت نماز تهجد چه خیل میباشد و کدام سوره را میخوانی؟ اکنون تهجد نیت ندارد، همون نیت کردن میگذارم 2 رکعت نماز همیشه هم بس است. یا که اگر شما گویین که الله اکبر و نیت که در قلب شما نیت تهجد است، خودش قبول است، شرط نیست که به زبان گویین. ولی بسیاری بچه ها در اطراف همین نیت غسل جنابت زیاد میپرسند که همین حتی دیروز مولانا قطعی عجاب بودیم زنگ زدن، گفتن یک ملا 1 ساعت دراز گفت ما را در نکاح داشت تا که تو نیت غسل نمیدونی نکاح تو درست نیست. 1 ساعت هم بیچاره در همون معرکه نیت غسل اذیت کرده، بعد نکاحش کرده. اینو ببینید برادر عزیز، هم بچه خودشون گفتند اینا که 1 ساعت من نیت غسل اذیت کردم، بعدا مرا نکاح کردن. حالا هیچی ضرورت نداره، آخه هیچی ضرورت نداره برادر عزیز. باز میگویم همون انسان که خانه‌داریش که کرد، شما با همون نیت غسل جنابت که میخیزین خودش نیت است. ولی شما ببینید نمازهای عید قربان در هر محلهایی که میخوانین، ملاهاتون چی میگد؟ میگد که بچم که همون از خانهاتون که برآمده آمدین این نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز عید قربان با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است، روی آوردن به قبله دیگر. یعنی اینها را وقتی شما ندانین، امام ها میگن شما همین گویین که الله اکبر، همون قدمای زدگیتان خودش نیت است. برای همین نیت غسل که حاضر اطرافی و مقصدی قدر گویم جستجو هست، ضرورت ندارد. برای همین اون برادر عزیزی ما اگر جوانمرد از نمازش میپرسید بچم نمازات میخوانی یا نمیخوانی، بچم از حرام های خدا دور هستی یا نه، بچم این میانه برای زندگی بسته